خب سلام بچه، خیلی خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من داخل چنل یوتیوب. بچه اول اینکه بگم من ویدیو راجع به فورتنایت میذارم و خیلی خوش اومدید به این چنل و لطفا سابسکرایب و لایک و کامنت فراموشتون نشه. و امروز قراره که فکر کنم دیگه تامنیل فهمیدید میخوایم بریم بیلی آیلیشو که بعد از مدت ها بعد 6 ماه حدوداً برگشته با ایتم شاپ دوباره و بریم و بگیریم. رد روز بیدش و این اسکین رو بررسی میکنیم با هم و ببینیم ارزش داره یا نه. اول باندلاشون رو با هم بررسی کنیم که به نظر من شارک و رد گیتار. شارک یه جورایی میشه سگ بیلی آیلیش. این با یعنی واقعا سگ بیلی آیلیش این بهونه خوبی بود برای آوردن سگ بیلی آیلیش و اینم که واسه فستیوال استفاده میشه. آره دیگه اینام درام و اینا و باندل کاملش که ما دیگه وی باکس ما دو کار شارژ کردیم وی باکس و بدون معطلی بریم واسه گرفتن بیلی آیلیش. خیلی منتظرش بودم و بچه این دفعه دیگه با بیلی آیلیش میریم و گرفتیمش بالاخره. بیلی آیلیش. خب ما یه جورایی هم کلاشو برداریم قشنگتر اینجوری. بک بلینگش چیه؟ بکفیلینگش رو دوست دارم. خوشگله بکفیلینگش خیلی هم خوشگله و پیککسش هم اوکیه و حالا بریم داخل بتل رویال تستش کنیم و ببینیم چجوریه. خب بچه‌ها الان رسیدیم به بخش این که الان ما بیلی آیلیش گرفتیم و میخواستیم بریم گیم پلی بذاریم که ما ویدیو متاسفانه رکورد نشد و اومدیم سراغ این پارت و اومدیم یه ویدیوی دیگه بگیریم و سلامی دوباره. خب بچه‌ها الان اسکین بیلی آیلیش گرفتم. فقط یه چیزی الان یه آپدیت اومد واسه بازی. من چند دقیقه پیش آپدیت کردم. این میتونیم واسش کفش بذاریم واسه بیلی آیلیش. الان این کفش حالت عادیش من یه دونه جردن دارم اینجا بذارم واسه خوشگل‌تر شد. اوکی شد. خب من یک کات بدم ویدیو رو بریم ردی کنیم داخل بازی. ویدیو میبینیم ممنون میشه اگه چنل من سابسکرایب کنین و بپرین کجا نکنیم. خب همینجا اوکیه و واقعا کفش جردنی که بتل پس واسه بیلی آیلیش خواستم واقعا کفش باحالیه و گلایدر که نداشت و این بکفیلینگش واقعا خوشگله بچه. بکفیلینگش واقعا دوست دارم و تای ویدیو بهتون میگم ارزش خرید داره. ممنون میشم سابسکرایب کنین کامنت بذارین و لایک هم فراموش تازه کنم یه اولین ویدیو. خب فان چیست دیگه سی وبسایت بمیر آشقال. بچه اینجوری داره بانداج بزنیم. بزن سریع زود باش میرم اینجا سریع. واقعا کفش جردن رو بهش میدم. ماشاءالله تیر داخلته. ببینیم موبیلیاریش میتونیم وین بیاریم. وین که نه. خب اوکی چه یه انمی لوزر دیدیم بریم اینو پاره کنیم. شات خانه شده ایول.
شیلد 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 شیلد. به نازم بچه ها عالی داریم پیش میریم تا اینجا. ای با بیل کرد. خب گانمونم که اوکی. این گانه احساس کنم بهتر از اون گانه است، ولی خب ریره این مهم. رو بندازیم. شات کنه بسر. بچه ها این واقعا گانش خوشگله. این گان رو بتل پس گرفتم، واقعا گان خوبی. و اسکین بیلی آیلیش که تا اینجا عالی بوده. من واقعا خودم عاشق این اسکینم، خیلی اسکین خفنیه. امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. و اینجا چیزی نیست. خب یه کات بدیم. نمیه اینجا یه انمی پیدا کردم. آره اونجاست، بذار بریم. بودو ران. دیره چی شده؟ بذار بریم. وایسا بینم. بیا. بله یه کیل دیگه میگیره این دلاور. بگیرنم. خب یه کات دیگه بدیم. من نظر کلی بخوام بدم نسبت به وی باکسی که ازمون میخواد که یک کاپون صده میارزه. خدای بخوام از 0 تا 10 بهش نمره بدم 10، چون میتونی توی لگو فورتنایت هم ازش استفاده کنی. چه باحاله. ناکنید آقا، اسکین که اسکین خیلی خوبیه. من که واقعا دوست داشتم و بک بیلینگش هم خیلی خوشگل بود. و حالا مخصوصا با این کفشی که من واسش گذاشتم، یا همین کیکی که اینجا هست و واقعا بهش بیشتر میاد ناکنید تا اون کفشی که داشت، چون با هم دیگه میان قشنگ. قرمز مشکیه، اونم قرمز مشکیه. خب بچه ها کلا 10 از 10 گرفتین اسکین. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید و تا ویدیوی بعدی خدافظ.